کفش یا پاپوش قدیمی ایرانی که هر چی بیشتر بپوشی خوشگل‌تر میشه. مثل قالی کرمو دیدین میگه هر چی پا بخوره خوشگل‌تر میشه، قشنگ‌تر میشه. ببینید مراحل صفرشویی ملکین آوردیم براتون. بیا ما هم ببینیم. استاد روشنی الان دارین چیکار میکنین؟ الان مثل پرداخت گلگیره میزنم، مثل کفش میگن پرداختش. پس ملکین بعد از استفاده میشه نونوارش کنیم. چه انگار روز 100%. اول. آره هر کسی قدیمی ها سفیده ها میزدن، خاکستر میزدن، باید گلگیره میزدن. گلگیره هم مثلا قناته قدیم بغلاش شوره میزد. بغلش اون شوره سفیده اونو میوردن تمیزش میکردن، آب میزدن خیس که میخورد میزدن به خیلی هم خوب شد. چه رمز و رازی داره این ملکین. دیگه الان یه خورده بیشتر، حالا بعضی حالا ما خودمون اومدیم رنگ پلاستیک رو با گلگیره قاطی کردیم یه خورده سفیدتر و قشنگتر یه ابداع جدیدی داشت. هم سفیدتر میکنه، مدرنیته هم زدین درسته. خاطرش. یکی هم یه شلوار اون گلگیره یه خورده مثل حالت گچ میمونه، شلوار سفیدی میشه، کثیف میشه. ولی این چون رنگ دیگه میخوره وقتی خوش میشه موندگاریش بیشتره، خراب نمیشه. الان این ملکینه چقدر کار کرده بوده؟ این پای آقا فرهاد بوده فکر کنم 2 ساله. 2 سال بیشتر. 2 سال بیشتره آوردن اینجا گلگیوه زده شده انگار روز اول.